ایده‌های یک گروه باستانشناسان که هفته گذشته درباره در خوولینگ پیدا کردن نشانه‌هایی که گویا از آثار زندگی در این منطقه در تقریبا 1,000,000 سال پیش درک می‌دهد با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. یک گروه 40 نفره باستانشناسان از روسیه، دانیا، شویتسیا، آلمان، ایران، نروژ و تاجیکستان در پی 3 سال کوشش‌ها در خوولینگ روز 12 اکتبر با جنبست یک قسمت کار خود گفتند از موضع‌های کولدره، خانقا و آب مزار خوولینگ نگاره و سنگپاره‌های پیدا شده است که آثار زندگی در 800-900 هزار سال پیش را نشان می‌دهند. بسیاری‌ها به این ایده‌های عالمان باستانشناس با کنایه واکنش کردند. از جمله برخی گفتند که جامعه جهانی باید اکنون تمام نظریه‌های قبلی درباره پیدایش انسان را بازنگری کند، چون که انسانیت 1,000,000 سال پیش در خوولینگ پیدا شدند. برخی دیگر گفتند انسان‌ها در خوولینگ حتی پیش از راندن حضرت آدم از بهشت زندگی کردند. پیشنهادی هم بود که دیگر مثل جشن 2700 سالگی کولوب یا 3000 سالگی ایسور میده بازی نکرده، یک باره جشن 1,000,000 سالگی خوولینگ را تجلیل کنند. این سر و صداها در رسانه‌ها باعث شد که 3 باستانشناس شناخته تاجیک، اکادمیک یوسف شاه یعقوب شاه، پروفسور نصرالله عبیدالله و دکتر علم تاریخ سید مراد بابام‌الله در یک مقاله مشترک مسئله را شرح دهند. روزهای آخر توسط رسانه‌های خبری دایر به نتیجه‌های تحقیقات باستانشناسی در حدود ناحیه خوولینگ سر و صداهای زیاد به میان آمد، باعث نافهمی یا شرح و توضیحات گوناگون گردیدند، حتی تا به حدی که این موضع را مکان سکونت نخستین آدم در روی زمین اعلان نموده تجلیل جشن تاریخ زیاده از 1,000,000 ساله آن را پیشنهاد می‌نمایند. اما واقعیت آن است که چنین یادگاری‌ها در حدود آسیای مرکزی و دیگر منطقه‌های جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نهایت زیاد میباشند. از جمله قدیمترین آثار آدمان ابتدایی در حدود آفریقا و سلسله یادگاری‌های حدود فرانسه امروزه، یادگاری‌های چین، آسیای مرکزی، آثار دوره قدیمترین در حدود تاجیکستان به مثل قره‌طاق، قره‌میدان، کولدره، لاهوتی، آب مزار و خانقا بازیافت شدند. نوشتند این 3 عالم تاجیک. 3 عالم تاجیک می نویسند این اکسپدیسیون مشترک اخیر دوره مهاجرت آدمان قدیمترین را در منطقه اور آسیا مشخص‌تر نموده معین نمود که آسیای مرکزی یکی از گذرگاه قدیمترین آدمان جامعه ابتدایی بوده، توسط آن آدمان به دیگر منطقه‌ها به مثل سیبیر، چین و دشت‌های نزد کسپی حرکت کردند. از جمله تشخیصات نشان دادند که بخششگاه کولدره زیاده از 1,000,000 سال عمر دارد. 3 عالم باستانشناس تاجیک نوشتند که تحقیقات باستانشناسی نشان می‌دهد که آسیای مرکزی از جمله حدود امروزه تاجیکستان مکان زیست و یکی از راه‌های پنجشوی آدمان قدیمترین محسوب شده. در این قلمرو آدمان از زمانهای قدیمترین سکونت داشتند. شرایط طبیعی، محیط زیست و اقلیم این منطقه در آن دوره برای زیست آدمان ابتدایی خیلی موافق و سازگار بوده است. نوشتند این 3 باستانشناس تاجیک.